سرزمینی که الله متعال در چندین جای قرآن از آن به سرزمین مبارک یاد کرده است. این نکته مهمی است که بی‌بنیادی ادعای اشغالگران را ثابت می‌کند. چرا ما در آزادی اقصا نقشی نداشته باشیم؟ ممکن است نزدیکتر از چیزی باشیم که فکرش را می‌کنیم. مگر می شود محل اسرای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را فراموش کنیم؟ مگر می شود بین فلسطین و مسجد الاقصی فرق بگذاریم؟ علیرغم جنگ جنون‌آمیز حرفشان را با صراحت لهجه بیان می‌کنند، چون تربیت یافته قرآنند. این تنها سرزمینی است که همه پیامبران را در یک جا جمع کرد. در نتیجه این جنگ خیر بزرگی برای اقصا و مردمش و امت اسلام نهفته است. همه‌شان گرفتار بمباران، محاصره، گرسنگی و آوارگی و وظیفه ما این است که یاریشان کنیم.